و علاوه بر این که به تو سهم بیشتری میدم، غلام خودم هم همسفر تو میکنم که خدمت تو بکنه به اسم میسره. غلام و همراهش نکرد که خدمتش بکنه، غلام و همراهش کرد که او رو زیر ذره‌بین بگیره. اون چیزهایی که خدیجه داره حدس میزنه نسبت به این جوان، اون همه جوان مردی، انسان در مسافرت یا در همسایگی هم قرار گرفتن یا شریک هم شدن انسانو میتونه انسانو بشناسه. اونم قافله‌ای که 40 روز طول بکشه تا شام 40 روز هم بر بگرده، شاید هم بیشتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و از خداوند قبول طاعات همه ما و شما را خواستاریم و همچنین از خداوند مزید توفیق برای مزید بندگی می‌طلبیم. پروردگارا ما را در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بگردان و ماه مبارک رمضان را از ما قبول بفرما و توشی برای دنیای خوب، مابقی عمر و آخرت خوب قرار بده. همونطوری که دیشب وعده داده بودیم و چند جلسه درباره حجاب صحبت کردیم که رعایت خواهرای ما حجاب اسلامی نه تنها خودشون توانمند میشوند بلکه برادرانشون هم از نظر ایمانی رشد خواهند کرد، چون جامعه اسلامی به هم مرتبطن و احکامی که در خصوص زنها هم آمده خیر و برکتش اگر رعایت بکنن به مردا هم خواهد رسید. بعد گفتیم بد نیست که در برنامه حجاب به یکی از زنهایی که به گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کمال رسیدن بپردازیم تا خواهرای ما این شخصیت زن بزرگ تاریخ بشریت و جهان اسلام را به عنوان الگویی ارزشمند و قدوه حسنه در زندگی خودشون قرار بدن. اسلام تأکید داره بر الگوسازی که ما نیروی انسانی رو تربیت بکنیم. دلمون خوش نباشه به منابع هر چند غنی زیرزمینی، حالا نفت باشه یا طلا باشه یا گاز باشه یا هر چی باشه، واقعا سرمایه های یک جامعه و یک ملت نیروهای انسانی متخصص و متعهد هستند. وظیفه همه کسانی که اختیاراتی دارن و توانی در اختیارشون هست این مسئله رو مد نظر داشته باشن و به الگوسازی بپردازن. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها نه تنها الگویی برای زنها بود بلکه الگویی برای مردها هم هست.
شما میدونید که در دامان زنهای بزرگ چه مردان بزرگی پرورش یافتن و بعد مسیر تاریخ رو عوض کردن. اگر زن بزرگی نباشد مرد بزرگی هم نخواهد بود. پس ما برای این که مردان بزرگ داشته باشیم باید زنان بزرگ رو تربیت بکنیم که اون زنان مادران بشوند و مسئولیت پذیر باشند. گذری کوتاه و مختصر، اما سعی میکنیم که اون مسائلی که لازم هست و این کتاب بهش اشاره کرده بهش اشاره بکنیم. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، اولین قسمتی که باید به اون بپردازیم خدیجه در جاهلیت قبل از اسلام. خدیجه دختر خویلد پسر عبدالعزا پسر اسد القرشیه الاسدیه، صدیقه کبرا، اولین کسی که لقب ام المؤمنین گرفت و اولین زوج رسول کریم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. در جاهلیت قبل از اسلام این زنی که بزرگ بود 2 بار شوهر گرفته، یعنی قبل از ازدواجش با پیامبر صلی الله علیه و سلم با 2 مرد ازدواج کرده. اولیش ابو هاله ابن زراره تمیمی، دومی عتیق ابن عابد مخزومی. پس خدیجه قبل از ازدواجش با پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 بار ازدواج کردند و از این 2 مرد فرزندانی دارند. فرزندانش هم مبارک بودند، حتی از مردان دیگر. اولین پسرش به اسم هند از ابو هاله که این هند بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم را شاهد بود، حضور داشت و بعد به آن حضرت ایمان آورد و اون حضرت را ملاقات کرد و جزو صحابه و یاران اون حضرت شد و در جنگ بدر هم شرکت کرد. صحابه به چه کسی میگویند؟ به کسی که در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون حضرت ایمان آورده باشد و اون حضرت را حضوراً ملاقات بکند و بر ایمان به اون حضرت از دنیا برود. اگر شنیدی صحابی، این اصطلاح است، این تعریف صحابی هست. کسانی که مستحق این جمله هستن از امت اسلامی که وقتی نامشون برده میشه بگن رضی الله عنه. کسی که در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش ایمان آورده، حضوراً ملاقاتش کرده و بر ایمانم از دنیا رفته. اما دومین فرزندش حاله بود. این هم به پیامبر ایمان آورد
او را ملاقات کرد، با ایمان از دنیا رفت. این دوتا فرزندانش از ابو هاله به اسم هند و هاله، هر دوتا مسلمان شدن، صحابه شدن، با ایمان از دنیا رفتن. اما بعد از وفات ابو هاله، خدیجه با عتیق ابن عابد مخزومی ازدواج مجدد نمودند و از عتیق دوباره فرزندی به اسم دختری به اسم هند دوباره به دنیا آورد که این دختر هم اسلام آورد و یکی از صحابیات شد. پس مجموع اولاد خدیجه از دو شوهرش قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 تا، 2 پسر از ابو هاله، 1 دختر از عتیق. و سومین همسر خدیجه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، محمد امین، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. خدیجه در جاهلیت قبل از اسلام این لقب را در جامعه قریش به خود اختصاص داده بود، خدیجه الطاهره، خدیجه طاهره، پاک دامن، عفیف، پاک، با حیا. بهش لقب داده بودن خاطر شدت طهارت و عفتش. زنی با اون همه منصب و جمال و موقعیت و شرف و موقعیت اجتماعی و مال و خدم و حشم در اون جامعه تاریک جاهلیت لقب صدیقه کبرا و طاهره رو بگیرد، الطاهره، به خاطر شدت طهارت و عفتی که داشت و سخت مواظب خودش بود. مواظب طهارت خودش بود، یعنی به خودش تعهد داشت که مواظب طهارت خودش باشد. و در قریش معروف بود به بیبی زنهای قریش، سیدت و نساء قریش، بیبی زنهای قریش. این خدیجه در جاهلیت نسبش فهمیدیم، 2 بار ازدواج کرده، لقبش الطاهره. اما عنوان دیگر خدیجه التاجره، اون خدیجه الطاهره، خدیجه التاجره. خواهرها خوب توجه بکنن، این بحث برای اونهاست. خدیجه تاجر، مالدار، سرمایه‌دار. خدیجه دارای تجارت کلانی بود، مالدار بود، دارای شرف و مقام و منزلت بود و قوم قریش کلن حرفشون تجارت بود و مکه مرکز تجاری بزرگ جزیره العرب بود و ملتقای تجار بود
و قافله ها به شام و یمن می رفتن. خدیجه یکی از افراد شاخص و متنفذ از نظر شرف و اقتصاد و حیثیت و موقعیت در اون جامعه بود. مردانی رو اجاره میکرد، بهشون سهم میداد به طور مضاربه که در قافله تجاریش به شام مسئولیت قافله را به عهده بگیرن و هرچی سود میکرد به طور مضاربه با اون سهمی که با اونها به توافق میرسید بهشون پرداخت میکرد. اینا همش قبل از بعثتها. یک روزی ابو طالب و برادرزاده‌اش محمد صلی الله علیه وسلم با همدیگر نشسته بودن، درد دل می‌کردند. قافله تجاری بزرگ خدیجه در شرف حرکت هست. آمادگی رو پیدا میکنه که مثل گذشته شخصی را بگمارد و حرکت بدهد قافله. ابو طالب که زمانهای سختی بر اون گذشته بود و سالهای پرمشکل و دشواری بعدش گذشته بود، به برادرزادش که تحت تکفلش بود وقتی جدشون فوت کرد او را به فرزندی پذیرفت. مرد عیالواری بود، مال و ثروت و تجارتی نداشت. ابو طالب به برادرزادش گفت که فرزندم تو به سن رشد رسیدید، 24 25، این قافله تجاری قومت، منظورش خدیجه هست، در شرف حرکت به سوی شام هست. تو جوانی برازنده، شایسته، لایق، متعهد، صاحب فضل، سمعه و شخصیت تو و شخصیت منحصر به فرد تو، آوازه تو در مکه و جزیره العرب به گوش همه رسیده. خدیجه بنت خویلد که از قوم تو هم هست از آوازه تو بی اطلاع نیست، از شخصیت تو بی اطلاع نیست، از طهارت و امانت و صداقت تو بی اطلاع نیست. حالا کی داره میگه؟ عموش داره میگه به برادرزاده‌اش. زندگی بر ما سخت میگذرد فرزندم، چی میشود بری پیش خدیجه بنت خویلد از او تقاضا بکنید که تو رو به عنوان مسئول قافله این بار بپذیرد و در این قافله روانی شام بشوید. مردان زیادی میرن پیشش، سبک سنگین میکنه، یکی رو انتخاب میکنه و من پیشنهاد میدم به تو که شما بروید پیش خدیجه و خودتون رو عرضه بکنید که من آمادگی دارم در قافله تجاری شما حرکت کنم. محمد کمی مکث کرد، گفت که منتظر میشوم عمو، من منتظر میشوم. کسی کمی براش سنگین بود که خودش بره، گفت منتظر میشوم. دل پاکی داشت، امین بود، صادق بود. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. عمو گفت که برادرزاده فرزند، شاید اگه تأخیر بکنی کسی غیر از تو رو انتخاب بکنه و بفرسته. طولی نکشید که حوار و صحبت‌های دو جانبه ابو طالب و محمد به خدیجه منتقل شد. بلا فاصله خدیجه
در پی محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد، خودش فرستاد و محمد شتابان رفت و از اونجایی که خدیجه از امانت و طهارت و صداقت محمد و شخصیت منحصر به فردش اطلاع کامل داشت و تیزبین و دوراندیش و ریزبین بود و کل بزرگان و جوانان و تجار و شخصیت‌های قریش رو تو کف دست خودش داشت و تک تک اطلاع کامل از همه داشت، از افکارشون، نیت‌هاشون، مقاصدشون، اهدافشون، برنامه‌هاشون، اهل چی هن. وقتی که فرستاد خدیجه دنبال محمد و محمد آمد، گفت محمد من تصمیم دارم که شما را در این قافله به عنوان امیر قافله و مسئولیت پذیر و مسئول تام الاختیار این قافله به شام بفرستم و به تو بیشتر و بهتر از اون دیگران و کسانی که قبلا فرستادم اکرام میکنم و سهم میدم و تو را راضی میکنم. بعد متوجه میشید که خدیجه دنبال چیزی دیگر بود و علاوه بر این که به تو سهم بیشتری میدم، غلام خودم هم همسفر تو میکنم که خدمت تو بکنه به اسم میسره. غلام و همراهش نکرد که خدمتش بکنه، غلام و همراهش کرد که او رو زیر ذره‌بین بگیره. اون چیزهایی که خدیجه داره حدس میزنه نسبت به این جوان، اون همه جوان مردی، انسان در مسافرت یا در همسایگی هم قرار گرفتن یا شریک هم شدن انسانو میتونه انسانو بشناسه. اونم قافله‌ای که 40 روز طول بکشه تا شام، 40 روز هم بر بگرده، شاید هم بیشتر، 80 روز، 100 روز. قطعا اونو میشناسه، کاملا محکش میزنه، شناساییش میکنه. توکل بر خدا قافله رو تحویل گرفت، میسره هم همراهش حرکت کردن. تاریخ عجایب می‌نویسه، اما ما نمیتونیم به همه مسائل تاریخ بپردازیم. عنوان بعدی، قافله حرکت کرد. محمد امین امیر قافله هست، میخواد قافله رو مدیریت بکنه. تو این بیابان برهوت راهزنا و مشکلات و مدیریت یک قافله، چون 15 سال بعد میخواد یک مدیریتی دیگر، مدیریت بشریت داشته باشه. در نوجوانی و جوانی مدیریت گله رو داشت در شعاب مکه. حالا مدیریت قافله. عنوان بعدی، شریک تجارت تبدیل به شریک زندگی و حیات می شود. شراکت در تجارت تبدیل به شراکت در حیات و زندگی می شود. میسره کاری به قافله نداشت. بیویش بهش گفته بود این جوان مرد رو زیر نظر بگیر، حرکاتشو، مسائلشو. از مکه که خارج شدید تا شام و از شام تا مکه یادداشت کن تو خاطراتت، به من گزارش بده، تو کاری دیگه نداشته باش. محمد از شام برگشت. مختصر بکنیم تاریخو. محمد از شام برگشت با ربح فراوان، چیزی که خدیجه تصورش نمی کرد و در طول عمرش، تجارتش
به اندازه این سفر استثنایی و تاریخی که محمد در قافله‌اش رفت تجارتش ربح نکرده بود، چون محمد اهل شراب نبود، اهل عیاشی نبود، اهل اسراف نبود، اهل خیانت نبود در مال دیگران، امین بود. 5 تا لقب قریش به محمد قبل از بعثتش داده بود، 5 تا لقب دشمن: محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم، کسی که رجاحت عقل داره، درایت داره، درک داره، بینش داره، دوراندیشی داره، همه حرکاتش از روی حکمته. محمد حکیم. و پنجمین ویژگی محمد که قریش این 5 تا صفت رو بهش اذعان کرده بود: محمد رحیم، مهربان. کسی که در حلف فضول شرکت کرد و نصرت مظلوم، چه قرشی باشه چه غریب باشه، تأکید کرد. قبل از بعثتش این 5 تا صفت هر پادشاه و حاکمی و عالمی و تاجری داشته باشه دنیا رو به هم میزنه. که امروز خیلی نادره که حکام مسلمین و حتی علمای مسلمین یکی از این 5 تا صفت رو کامل و درست داشته باشه. این پراکندگی و زجری که داریم میکشیم به خاطر که این سرمایه ها تو زندگی بزرگان ما نیست. محمد امین، محمد صادق، محمد طاهر، محمد حکیم، محمد رحیم، 5 تا سرمایه. محمد با ربح فراوان از شام برگشت. یه نفر دیگه هم همراهش برگشته. اون کیه؟ میسره. اما میسره با ربح برنگشت، با سخنانی برگشت و خاطراتی برگشت پیش بیبی خودش خدیجه که به مراتب برای خدیجه از اون ربح فراوان و سود فراوان با ارزش تر بود. قبل از اینکه خدیجه به محمد بگه سفرتو پهن کن، چقدر درهم و دینار آوردی، سود آوردی، در بالاکون خانه ایستاده بود. بالای خانه دید که قافله داره وارد میشه و لکه ابری روی سر محمد مثل چتر سایه میکنه. بی طاقت شده بود که کی میسره وارد بشه. میسره آمد گفت سفرتو پهن کن، بساطتو پهن کن، چه دیدید و چه شنیدید و چه آوردید درباره این همسفر بگو. از امانتش، از صداقتش، از طهارتش، از هر دری وارد شد، از خیرخواهیش، از دلسوزیش. مال مردم دستشه، فردا میخواد دین مردم دستش باشه، ایمان مردم، عقیده مردم، ناموس مردم، آخرت مردم. حالا یه مالی دستشه، اگه نتونه اینو مدیریت بکنه فردا چطوری میخواد اونو مدیریت بکنه؟ میسره سفره رو پهن کرد، خدیجه سرشو تکون داد، به فکر فرو رفت. این همون گم شده منه، این همونه. به فکر فرو رفت، مو نمیزنه با اون تصوراتی که درباره این محمد داشت. محمد میدونی معنیش چیه؟ محمد یعنی ستوده شده، یعنی ستوده شده. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. نه تنها ستوده شده در جامعه قریش جاهلیت هست، نه تنها ستوده شده در جزیره العرب و در جامعه بشری هست، ستوده شده در زمین آسمان هست. جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و
همه ملائکه ایشون را میشناسند و برش درود میفرستند. همجور که نشسته بود خدیجه قلبش به پرواز در آمد و هفا قلب خدیجه الی محمد، بی طاقت شد. و هفا قلب خدیجه الی محمد لیشارکها فی الحیات کما شرکها فی التجاره فانه رجل نادر المثال حقا. قلب خدیجه بیقرار شد و میلش مضاعف شد که این محمد، این جوانمرد شریک در حیات و زندگیش بشه، همونطوری که شریک در تجارتش شد، چون این مرد نمونه و نادر و کمیاب در جامعه بشری است. به تشخیص خدیجه حقیقتاً. اما یک مشکل اینجا وجود داره. آیا خدیجه میتونه این مشکل رو حل بکنه؟ دلش گیر کرده. یک زن 40 ساله 2 بار شوهر گرفته، 3 تا بچه آورده، در مقابلش یک جوان 25 ساله با اون همه مال و ثروت، یتیم و فقیر. حالا مشکلش یتیمیشه، فقیریشه، کم سنیشه، مشکلش چیه؟ یا مشکل اصلا مشکل خدیجه است؟ محمد جوان هست، اما پوچی و بیهودگی و سطحی نگری جوانی در اون نیست. جوان سطحی نگره، جوان عجوله. خیلی جوانها گرایش به طرف پوچی تا این که دیگه کامل بشن. با وجودی که جوان بود، اما این خصلت‌های جوانی همسن سال خودش در مکه رو نداشت، اما یه چیزی دیگر بود. محمد تاجر در قافله تجاری رفت، اما اون جشع و حرص و طمع بی جای تجار رو نداشت. محمد فقیر بود، اما اون ذلت و خواری که فقرا بهش تن در میدن در مقابل تجار نداشت. و محمد قرشی بود، اصل و نسبدار بود، اما اون غرور و تکبری که قریش داشت به خاطر قبیلش، اون غرور و تکبر بیجا نبود. همه اوصاف بزرگی رو داشته. عادت بر اینه که مردا به خواستگاری زنها برن، رسم بر اینه، عرف بر اینه. حتی در جزیره العرب، در کل دنیا اینطوریه. خیلی نادره مردها به خواستگاری زنها برن. این یک مشکل بزرگیه. 40 سالشه، دلش هم گیر کرده. محمد هم یک پارچه نور و طهارت و پاکی است. دخترای جوانم اونو تو هوا میزنن. در تاریخ انتقال نطفه محمد صلی الله علیه وسلم از عبدالله به آمنه چیزهایی شنیدید یا نشنیدید؟ چیزی شنیدید اصلا؟ کل دخترای مکه در پیشانی عبدالله نوری میدیدن، مهری میدیدن که همه دیوانه عبدالله شده بودن. اما تقدیر و سرنوشت بر این بود که انتخاب خداوند و تقدیر و انتخاب عبدالله بر آمنه بنت وهب باشد. به مجردی که ازدواج کردن
اون نور منتقل شد به رحم آمنه. همون عبدالله بود ولی اون مهر قبلی رو نداشت دیگه. محمد یک پارچه جذابیت میده، جوان مرد، همه ویژگی های یک مرد کامل داشته. همه دخترای قریش با اون اصل و نسبی که داشته، موقعیتی که داشته، همه خواهانش بودن. اما دل خدیجه گیر کرده. 25 سالم 15 سالم از او بزرگتره، دوبارم شوهر گرفته. حالا چطوری اون میل قلبیشو، اون عشق و علاقهشو به این جوان بهش منتقل بکنه؟ این یک مشکلی است. چطوری زن به خواستگاری مرد برود؟ اما خدیجه این مشکل رو حل کرد. دوستی داشت به اسم نفیسه، دوستی داشت به اسم نفیسه، یک زنی بود، دوست خدیجه بود. میل قلبیشو و عشق و علاقش به محمد و با نفیسه در میان گذاشت. اول میسره رو فرستاد تو سفر، این بار از نفیسه یک دوست، یک خواهر کمک میگیره که مشکل خدیجه رو حل کن. بد جوری گیر کرده. گفت این که کاری نداره. نفیسه بهش گفت این کاری نداره، منتظر باش، الان میرم برمیگردم. گفت این کار رو برای من انجام میدید؟ گفت انجام میدم، تو منتظر باش، من میرم پیش محمد و زیر لب محمد. نفیسه حرکت کرد. بعد از اینکه محمد رو ملاقات کرد، به محمد گفت ما یمنعک ان تتزوج. اینطوری مطرح کرد: ای محمد، چه چیزی مانع میشه که تو ازدواج بکنی؟ چرا ازدواج نکردی؟ 25 سال سنته. ما یمنعک، چه چیزی مانع شده که تا امروز ازدواج نکردی؟ در جوابش چی گفت؟ ما فی یدی شیء، در دستانم چیزی نیست. مشکلی که جوانای ما امروز دارن، سنگینی مهریه، سنگینی مخارج عروسی، خانه، وسایل خانه، پذیرایی. گفت در دستم چیزی نیست. این اولین سفری بود که در قافله رفتم. این جوابش. حالا جوابش آماده کرده. خیلی زرنگ بود نفیسه. در جوابش گفت که فإن کفیت و دعیت الی المال والجمال والکفاءة. چی میگی؟ در جوابش گفت فإن کفیت و دعیت الی المال والجمال والکفاءة. نظرت چیه؟ اگر این مشکل کفایتت کرد، یه نفر کفایت شدی، کسی تقبل کرد و دعوت شدی به مال و جمال و کفاءت، یعنی شایستگی و لیاقت، چی میگی؟ نفیس زرنگ هست یا نیست؟ خیر دنیا و آخرت همه رو جمع کرده خدیجه. مال میخوای، مال داره. جمال میخوای، جمال داره که تو رو به عفت برسانه. اصل و نسب داره، کفاءت و شایستگی هم داره و دنیای تجربه هم در اختیارشه و دنیای محبت هم داره و طهارت. بلا فاصله محمد گفت و من، اون چه کسی است که خواهان منو کفایت میکنه، منو دعوت میکنه به مال و جمال و کفاءت و شایستگیش؟ کیه؟ در جوابش گفت خدیجه بنت خویلد. حالا محمد در جوابش چی میگه؟
میگه و کیف لی بذالک، چطوری من بتونم به خدیجه برسم؟ تو داری میگی چطوری من بتونم وارد قضیه بشم؟ نفیسه گفت علیه، چون وکیل تامل اختیار بود دیگه، میخواست همه چی رو همونجا تمام بکنه. گفت علیه ذالک، من تعهد میدم اونو بسپار به من، همونطور که به خدیجه گفت بسپار به من، به محمد هم گفت بسپار به من. اما محمد صلی الله علیه وسلم کسی نبود که بدون مشورت عموش کار بکنه، با وجودی که اینجا پذیرفت، گفت برو کارو تمام کن. گفت من باید با عموم مشورت کنم، صاحب فضله. با عموش مشورت کرد. من در حد 5 دقیقه دیگه تمام میکنم، فردا شب دنبالش که انشاءالله همدیگه رو ملاقات بکنیم. گفت باشه قبوله، اما مشورت بکنم. قبول کرد، رفت عموش رو ملاقات کرد. گفت جریان اینه عمو. عموش هم نظرش مثبت شد و خوشش آمد و بعد به اتفاق عموش ابو طالب و حمزه 2 نفری با 2 تا عموهاش رفتن برای ملاقات خدیجه و خانواده و اهل خدیجه که صحبتاشون رو بکنن. 2 عمو ابو طالب و حمزه و محمد، اونجا هم خدیجه و عموش و اهلش. عموی خدیجه عمرو ابن اسد صحبتاشو کردن و به توافق رسیدن و عقد جاری شد. 25 ساله، 40 ساله، 2 بار شوهر گرفته. اینم از این طرف یتیم بوده، فقیر بوده، اما خصوصیاتی داشته، اونم داشته. این ازدواج در سن 40 سالگی خدیجه و 25 سالگی محمد صلی الله علیه و سلم صورت گرفت. عنوان بعدی ازدواج مثالی و نمونه. عنوان جدید در این موضوع برای بحث فردا شب. من یه جلسه تو مدرسه دارم، مدرسه دینی باید برم، معذرت میخوام شاید نتونم دست شما رو بگیرم، باید سریع برم اونجا، برام یه جلسه گذاشتن. فردا انشاءالله حتما تشریف بیارید. این داستان شنیدنی هست، داستان مادرمونه، اولین کسی که لقب ام المؤمنین گرفت. تا به این مادر افتخار بکنی، به عظمت این مادر و ایثارگریش و جهد و جهادش و فداکاریش و مسئولیت پذیریش، تا شاید ما و شما هم کمی مسئولیت پذیر بشیم. خواهرای بزرگوار، ما نیاز داریم، جامعه ما نیاز به الگویی دارد به اسم پدر و مادر. این 2 تا اگر الگو شدن، فرزند الگو تربیت خواهد شد. و 2 تا الگوی دیگه هم لازم دارد، یکی حاکم و یکی عالم. و یه الگوی دیگه هم لازم دارد، تاجر مؤمن که هزینه بکنه تا رشد بیافریند. تاجر میتونه باور کن سالی 100 تا 200 تا 500 تا الگو درست بکنه با مالش. تجار و بازاری ما خودشون دست کم گرفتن، فکر میکنن یک گونی برنج و 5 تا حلب روغن رو در انجمن بفرستن و یه مشت خرما که معلوم نیست حالا قیمتش چطوریه،
دینشون رو ادا کردن نسبت به جامعه. طوری نیست. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که شناختتون نسبت به ام المؤمنین خدیجه، اولین ام المؤمنین یا کسی که لقب ام المؤمنین گرفت، کامل بشه. این شخصیت را بشناسید و انشاءالله افتخار بکنید و الگویی مبارک پیشاروی دخترها و پسرانمون قرار بدیم. و این شخصیت را منتقل بکنیم به نسل بعدی. به امید دیدار دیگر در جلسه مبارک دیگر شما را به خداوند میسپارم. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست همدیگر رو بفشارید، همدیگر رو حلال بکنید، یه لبخندی هم به همدیگه هدیه بدید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.